الله أكبر الله. قلت نور حل ذاتي فاسألوني عن صلاتي طهرتني هذبتني من بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. یکی از چیزهایی که برای نماز ما لازم داریم طهارت و پاکی هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا صلاة لمن لا وضوء له. کسی که وضو ندارد و در حالت طهارت و پاکی نیست نمازی هم ندارد. پس بنابراین برای نماز خواندن ما نیاز به وضو داریم و وضو را الله متعال در قرآن کریم برای ما شرح دادند، کیفیتش را که چه چیزهایی را و چه اعضایی را باید ما در هنگام وضو بشوریم. الله متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبین. در این آیه الله متعال به ما دستور داده که اعضای مخصوصی را یعنی دست و صورت و پاها را بشوریم و سر را مس بکنیم و این در واقع همان وضوء شرعی هست. در وضوء شرعی مواردی رو ما باید مد نظر داشته باشیم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل شده. معروفترین حدیثی که در این زمینه هست حدیث حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه هست که حمران روایتش کرده، در صحیح بخاری هست و من بر اساس این روایت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه برای شما انشاءالله وضو خواهم گرفت. قبل از هر چیزی در هنگام وضو اون چیزی که لازم هست این مطلب هست که انسان باید نیت داشته باشد. نیت یعنی همین که شما بلند شدید قبل از نماز میخواید وضو بگیرید، رفتید کنار شیر آبی یا سر نهری، این به معنی نیت شما هست. لازم نیست که چیزی رو بر زبان بیاورید. همان اراده قلبی و تصمیمی که شما رو بلند کرده آورده کنار شیر آب، این در واقع همان نیت شما هست. و قبل از وضو بسم الله الرحمن الرحیم گفتن هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالی علیه. کسی که وضو ندارد نماز ندارد و کسی که قبل از وضو بسم الله نگوید وضوی ندارد. یعنی این که انسان باید قبل از وضو باید بسم الله الرحمن الرحیم را بگوید. آغاز وضو اونگونه که در حدیث حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه آمده شستن دستها هست که دستها را رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا تا بند دست می شستند. در تمام اعضای وضو یک بار شستن اعضا فرض هست. یک بار شستن دست، یک بار شستن چهره و یک بار مسح کردن و یک بار شستن پاها فرض هست. اضافه بر آن 2 مرتبه شستن و 3 مرتبه شستن سنت هست. یعنی همین که شما یک مرتبه دستها را و صورت را پاها را بشورید و یک مرتبه سر را مسح بکنید، یعنی این که وضوی شما وضوی کاملی هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یک مرتبه وضو گرفتند، یعنی هر عضوی را فقط یک مرتبه شستند و هم 2 مرتبه و هم 3 مرتبه در واقع وضو گرفتن. یک مرتبه اولش فرض هست و مرتبه دوم یا سومش در واقع سنت هست. و همین ترتیبی که در قرآن کریم آمده و همین ترتیبی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و کیفیت عملی رسول الله صلی الله علیه وسلم که وضو می گرفتند آمده، این را ما باید مد نظر داشته باشیم. قبل از هر چیزی شستن دستها هست. اما یک مطلب رو حتما باید مراعات بکنید که در مصرف آب اسراف نکنید. در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم با یک مد وضو می گرفتند. یک مد یعنی تقریبا چیزی حدود نصف لیتر هست. حتی کمتر از این اومده که نصف لیتر را 2/3 را رسول الله صلی الله علیه وسلم با این در واقع وضو می گرفتند. معنیش این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی اسراف در مصرف آب را برای انجام یک عبادت نمیپذیرفتند و ما باید این موارد را مراعات بکنیم.
شیر آب را باید به اندازه‌ای که لازم هست باز بکنیم، نه این که زیاد این شیر آب را باز بکنیم تا آخر که اسراف بشود. همین اندازه کافی که در واقع اسراف نشود شما می توانید شیر آب را باز بکنید. و اولین مرحله این است، بعد از نیت کردن و بعد از بسم الله الرحمن الرحیم 3 مرتبه شستن دسته ها، این شستن دست تا کف دست باشه و 3 مرتبه به این صورت دسته ها را میشورید. و یک مطلب دیگری که در حدیث اومده و در مورد وضو مهم هست، شستن براجم هست. براجم یعنی شستن این بنده های انگشت که پوست در واقع چین چین هست و امکان داره که خشک بماند. در هنگام وضو باید این موارد رو در واقع مد نظر داشته باشید و همچنین خلال کردن انگشتان رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اسبغ الوضوء و خلل بین الاصابع، و در میان انگشتان خلال بکن، یعنی به این صورت. این مرتبه دوم بود و مرتبه سوم این الان کاملش هست، یعنی از 3 مرتبه بیشتر شستن دیگه در واقع همون مفهوم اسراف هست. بعد از این که دستها را تا این مقدار شستیم وقت مزمزه هست و استنشاق. مزمزه و استنشاق یعنی این که آب را در دهان بکنیم و آب را در واقع بچرخانیم در دهان، این معنی مزمزه هست. و بعد از آن آب را در بینی کردن و با فشار نفس بیرون راندن، این معنی در واقع مزمزه و استنشاق هست. و کیفیتش به این گونه هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک کف آب هم آب را در دهان می‌کردند و هم در بینی می‌کردند. این از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه ثابت است. یعنی روشش به این گونه هست که ابتدا یک مقداری از این کف آب را در دهان و یک مقدار دیگرش را در بینی می‌کردند. این کیفیت مزمزه و استنشاق است، آب را در دهان کردن و چرخاندن آب و بیرون ریختن آن و همچنین آب را در بینی کردن. این یک کیفیتش است. یا به هر صورت شما 3 مرتبه آب را به این صورت در دهان بیندازید و دوباره بیرون بریزید و 3 مرتبه هم بینی. به این صورت شما در واقع مزمزه و استنشاق رو انجام دادید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه توصیه زیادی رو کردن. بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، هنگامی که بینی رو با آب تمیز میکنید در این زمینه مبالغه بکنید، با شدت این کار رو انجام بدهید مگر اینکه روزه باشید. و بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، یعنی تمیز کردن دهان و خصوصا بینی در هنگام وضو خیلی مهم هست و باید در این زمینه حتما ما مراعات بکنیم و آب رو حتما در دهان و در بینی ببریم، حداقلش 1 مرتبه و حد اکثرش 3 مرتبه. و حتی بسیاری از علما معتقد هستند که این جزء واجبات وضو هست. خب پس بنابراین ما دستها رو شستیم، این مرحله اول بود. و مرحله دوم آب رو در دهان کردیم و آب در بینی، شستن دهان و بینی. مرحله سوم شستن چهره هست. در شستن چهره یک چیزی رو ما باید مد نظر داشته باشیم، اون حدود چهره هست. چهره را از کجا تا کجا باید شست؟ چهره یعنی اون چیزی که مواجهه با اون صورت میگیرد. وجه یعنی اون چیزی که وقتی که شما روبرو با یک کسی ایستادید برای اون فرد کاملا نمایان هست. یعنی چهره شما از جایی که مو در واقع میروید، از اینجا که مو میروید تا زیر چانه به صورت عمودی و طولی و عرضش از 2 تا لاله گوش، از این لاله گوش تا گوش دیگر، این قسمت باید کاملا شسته بشود. این قسمتی هست که فرض هست برای شما که در هنگام وضو این قسمت رو حتما باید بشورید. و شستنش هم به همین کیفیتی که عرض کردم، 1 مرتبه شستنش فرض هست و 3 مرتبه شستن یا 2 مرتبه شستنش سنت هست. به این کیفیت در واقع شسته می شود. سعی بکنید در مصرف آب اسراف نکنید. این کیفیت، این 1 کف آب هست که گرفتید و این 1 کف آب را به این صورت بر صورت خودتون میکشید. الان این 1 مرتبه شستن صورت هست.
مرتبه، یعنی فرض کاملا انجام شده با یک مرتبه‌ای که شما به این صورت دست را بر صورت میکشید همراه با آب، یعنی فرض را انجام دادید. اگر آب کم بود میتوانید به همین یک مرتبه اکتفا بکنید، وضوء شما درست هست. اما وضوء کاملتر که اسباغ وضوء هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اسبغ الوضوء، وضوء را کامل بکنید، با 3 مرتبه شستن هست. و 2 مرتبه دیگر من این عمل را انجام میدهم. این آب را به این صورت اینم 3 مرتبه. چهره کاملا شسته شده و هیچ جایی از چهره در واقع خشک نمانده. منتها در این زمینه برای کسانی که محاسنشون پرپشت هست، یک مقدار دیگر خلال محاسن و ریش هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. اگر محاسن خفیف باشه و کم باشه، به گونه‌ای که پوست بدن و پوست چهره نمایان هست، همین اندازه کفایت می‌کند. یعنی همین 3 مرتبه که شما چهره را شستید کفایت می‌کند. اگر ریش شما و محاسنتون پرپشت باشد، اضافه بر آن سنت هست که خلال بکنید ریش رو. و کیفیتش را رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه آمده برای ما مشخص کردن. یعنی این که یک کف آب را رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه می‌گرفتن و با این یک کف آب محاسن خودشون و ریش خودشون رو خلال می‌کردن. کیفیتش این است که فاخذ کفا من ماء فادخله تحت حنکه، که زیر چانهشون این داخل می‌کردن. یعنی به این کیفیت خلال ریش هست. 1 مرتبه کافی هست. کیفیت خلال کردن ریشی که پرپشت هست به این گونه در واقع خلال می شود. این وضوی شما در واقع چهره رو شما کاملا شستید و اولین رکن را و اولین فرض وضو رو شما انجام دادید. اولین فرض وضو شستن چهره هست که شما به این گونه اون انجام دادید. بعد از آن شستن دست‌ها هست. الله متعال می‌فرماید که فغسلوا وجوهکم، اول چهره های خودتان را بشورید و همین قسمتی که من عرض کردم از تا میان 2 تا گوش و از جای رویدن مو تا زیر چانه، این مرحله اول. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، و دست‌هایتان را تا مرفق‌ها، آرنج‌ها بشورید. آرنج این قسمت دست را میگویند، مرفق این قسمت دست هست. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق یعنی این که دست‌هایتان را همراه با آرنج کاملا بشورید. یعنی این قسمت دست از اینجا که شروع می شود تا اینجا، این قسمتی هست که شستنش فرض هست. 1 مرتبه فرض و 2 مرتبه و 3 مرتبه شستنش سنت هست. و آب زیادی هم لازم نیست. 1 کف آب رو میگیرید به این کیفیت و کاملا دست کاملا شسته می شود. یعنی با 1 کف آب تمام این دست شسته می شود. و 2 مرتبه هم که این رو بشورید در واقع سنتی رو انجام دادید. وضوتون کاملتر هست، اسباغ وضو هست. ببینید کاملا به این صورت دست شسته شده. و دست دوم رو هم به همین صورت میشورید. دست اول 3 مرتبه و بعد از آن سمت دست چپ رو 3 مرتبه میشورید. یک مطلبی که در اینجا مهم هست، لازم نیست که حتما آب رو از این طرف سرازیر بکنید به این صورت و در این زمینه وسواسی را نداشته باشید. به هر گونه که راحت هستید. اگر این گونه راحت هستید که به این صورت دست را بشورید، هیچ اشکالی نداره و درسته کیفیت. و اگر برعکسش به این گونه مثلا دست را شستید، باز هم اشکالی وجود ندارد. مهم این است که دست شما تا بالای آرنج شسته بشود. این مرتبه اول هست و مرتبه دوم هم 2 مرتبه و مرتبه سوم، یعنی شستن دست چپ هم 3 مرتبه کاملا کامل شد. الان من 2 تا فرض از فرض‌های وضو رو انجام دادم، شستن چهره و شستن دسته ها. بعد از این زمان مسح سر هست. و الله متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم، سرهایتان را مسح بکنید. 2 کیفیت مسح از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شده. یکیش روایت حضرت عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه است که میاد رسول الله صلی الله علیه و سلم سرشون رو مسح کردن با 2 دست خودشون. به این کیفیت برای مسح کردن همین مثلا آبی که وجود داره بر روی دست و دست شما خیس هست، همین هم کفایت میکند. یا اینکه میتونید آب جدیدی رو هم بگیرید، هیچ گونه اشکالی ندارد. هر 2 صورتش جایز هست. و کیفیت مسح به این گونه هست که مسح میکنید در واقع، یعنی 2 دست را میگذارید بر روی پیشانی خودتان، قسمت جلوی سر به این گونه، و این را میبرید تا قسمت عقب
و از عقب دوباره این رو برمیگردانید تا همون جایی که شروع کردید. این یک بار مس کردن سر هست و این همون گونه که عرض کردم در حدیث حضرت عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه آمده. مسح سر فقط یک بار هست، فرض و سنتش همه یکی هست، یعنی لازم نیست که شما 3 مرتبه یا 2 مرتبه سر خودتان را مسح بکنید. این کیفیت اول مسح هست. کیفیت دیگری هم وجود دارد در این زمینه که در حدیث ربیعه بنت معوذ رضی الله تعالی عنها آمده که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم در منزل من وضو گرفتند و این گونه بر سرشون مسح کردند. این کیفیت مسح برای جوانانی که موشون را شانه زدند و نمیخواند که شکل و فرم مویشون در واقع به هم بریزد مناسب تر است. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم مو را به همین کیفیتی که هست، سر را به همین کیفیتی که مو به اصطلاح از وسط سر رویده و به قسمت اطراف سر هست به همین کیفیت هم مسح کردند. یعنی دست را گذاشتند روی وسط سر خودشون و کشیدند تا قسمت جلو و اینجا در بالای سر گذاشتند و کشیدند در قسمت عقب. به این صورت یا به این صورت مثلا مسح کردن، این هم جایز هست بنابر حدیث حضرت ربیعه بنت معوذ رضی الله تعالی عنها. این هر دو صورتش کاملا درسته، هیچ گونه اشکالی رو ندارن. این دو کیفیتی هست برای مسح سر که من خدمت شما عرض کردم. بعد از مسح سر مسح گوشها هست. مسح گوشه ها که مسح گوشه ها در واقع جزء سر هست که همراه با سر گوشه ها رو هم باید مسح بکنیم. برای مسح گوشه ها لازم نیست که شما آب تازه ای رو بگیرید. آب تازه برداشتن و دست رو دوباره خیس کردن لازم نیست. با همون آبی که سر رو مسح کردید، با همون خیسی و نمی دست خودتان می توانید گوشه ها رو در واقع مسح بکنید. اما دست من خشک شده، من آب جدید رو برمیدارم و این کیفیتش این است که در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم با 2 انگشت سباحه داخل گوش خودشان را مسح می‌کردند و با 2 انگشت ابهام پشت گوششان را، یعنی دقیقاً به این صورت این انگشت را در وسط گوش خودشون می‌کردند، داخل گوش را به این صورت مسح می‌کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم. الان مسح داخل گوش تمام شده و مسح خارج گوش به این گونه هست، یعنی این انگشت ابهام را رسول الله صلی الله علیه و سلم پشت گوششان می‌کشیدند. مطلب دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که شما می‌توانید که مسح سر را همراه با عمامه انجام بدید. همراه با عمامه یا همراه با کلاه یا حتی خانم‌ها همراه با چادر هم میتونن این کار رو انجام بدن. بدین معنی که مسح سر باید کامل باشه. به همین دو کیفیتی که من خدمت شما عرض کردم. اگر یک فردی عمامه‌ای سرش هست یا دستمالی رو سر خودش پیچیده یا کلاهی حتی سرش هست یا زنی رو چادری و روسری رو سر خودش محکم بسته، اشکال ندارد یک قسمتی از سر را که مویش ظاهر و نمایان هست مسح بکند و مسح را بر روی کلاه و بر روی عمامه و چادر کامل بکند. این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. به این کیفیت مثلا دست من الان خشک شده، شما این قسمت مو را که مثلا بیرون هست این رو مثلا مسح میکنید و باقی مانده مسح سر را بر روی کلاهتان یا بر روی عمامه تان یا بر روی چادرتان مسح بکنید. هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. مسح سر را شما به صورت کامل در واقع انجام دادید. تا الان من 3 رکن از ارکان وضو رو در واقع برای شما انجام دادم. اول شستن چهره و صورت، شستن دسته ها و مسح سر و کیفیتش همین بود که خدمت شما عرض کردم. فقط یکی از ارکان وضو در واقع هم باقی مانده که شستن پا هست و من پاهای خودم رو هم خدمت شما و در جلوی شما میشورم که کیفیت شستن پا رو هم خدمت شما بیان کرده باشم. کیفیتش رو همون گونه که قبلا عرض کردم، 1 مرتبه شستن پا فرض هست و 3 مرتبه شستنش در واقع همون سنت هست. یعنی 1 مرتبه که شما بشورید کفایت میکند، 2 مرتبه و 3 مرتبه که شستید وضویتون کاملتر هست. باز هم در مصرف آب نباید اسراف بکنید. آب را میگیرید یا به هر کیفیتی، من به خاطر این که 3 مرتبه رو من برای شما تطبیق بکنم که 3 مرتبه شستنش به چه کیفیت هست، من با کف خودم دست خودم آب میگیرم، وگرنه میتونید که پا رو 1 مرتبه زیر شیرم بگذارید. 3 مرتبه آب رو برمیدارید، بر روی پای راستتون اول میشورید. یعنی این عمل رو من به خاطر این انجام میدم که یعنی شما مطمئن باشید که برای وضو گرفتن آب زیادی شما لازم ندارید. الان پای من با همین 1 کف آب کاملا شسته شده. یا اگر 2 مرتبه که این رو انجام بدیم کاملتر می شود، مطمئنتر هستید.
و 3 مرتبه که انجام بدی دیگه از این بیشتر اطمینانی وجود نداره. یعنی 100% الان پای من کاملا شسته شده. در قسمت پا همان گونه که در مورد دست من عرض کردم، خلال کردن انگشتان این را رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند و رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام وضو پای خودشون را خلال می‌کردند با انگشت کوچک دست خودشون، یعنی از زیر به این گونه این انگشت را لای انگشتان پا می‌بردند و این می‌شود مسح و خلال انگشتان. یا با انگشت سباحتون و انگشت اشاره هم می‌توانید به این گونه مثلا خلال انگشتان رو انجام بدهید. این کیفیت خلال کردن انگشتان پا. یا مثلا می‌تونید حتی یک مرتبه پایتان را زیر شیر هم اگر بگیرید به این کیفیت، باز هم اشکال شرعی وجود نداره و شما در واقع پایتان را به صورت کامل شستید. و اما به خاطر اینکه 3 مرتبه وضو گرفتم را یا شستن پا رو من نمایش بدم، با کیفیت اول یعنی برداشتن آب با کف و شستن پا را خدمت شما من نمایش دادم. به این کیفیت وضوی شما در واقع کامل شده. وضوی شرعی را شما کاملا انجام دادید. بعد از این که پاها رو در واقع شستید، وضوی شما در واقع کامل شده. با شستن پای چپ وضوی شما کاملا صحیح است و در هنگام شستن اعضای وضو، در هنگام شستن دست و صورت دعای مخصوصی وجود ندارد. یعنی هیچ گونه دعایی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. تنها دعایی که در این زمینه ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از وضو هست. بعد از وضو هست. در روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی بعد از وضو این دعا را بخواند: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. این در اصل روایت است. در روایت سنن ترمذی این دعا و این جمله هم اضافه شده که اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. به این کیفیت شما وضوی کاملی رو گرفتید و طهارتی رو حاصل کردید و با این طهارت و این وضو شما می توانید که نماز رو یا این که تلاوت قرآن رو دست بزنید و در واقع قرآن رو تلاوت بکنید و هر مقداری که خواستید در واقع نماز بخوانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر الله. قلت نور حل ذاتي فاسألوني عن صلاتي طهرتني هذبتني من